hello, how are you? Good night. من اومدم، خوش اومدم. ولی چقدر دیر شد اومدن من، چقدر طول کشید اومدن من. اگه حواستون به خودتون، به خود قشنگتون و به سلف لابتون و به خودتون و عشق دادن به خودتون نباشه، همچنان که دارید در این مسیر میرید جلو، سیاهی، تاریکی، تباهی میتونه شما رو خلاصه اینکه حواسمون به خودمون باشه. یعنی این منتظر ما هم از اون گوشه باید بزنه بیرون. چه خبرها؟ مدیتیشن، یه مدیتیشن هایی گذاشتم که ولی خب اگه شما مدیتیشن سکوت میخواید که یه جایی سکوت باشه و بخواید یه دکلمه‌ای باشه تو گوشتون، میتونید مدیتیشن های حسین عربزاده تو یوتیوب و توی اینستاگرام رو دنبال کنید. حسین عربزاده، دکتر یونیورس. چی بهتون بگم که شاهید سنگرزاده. ختم همه این کلاما و این مدیتیشن ها و اینا همینه که تا خودت به خودت عشق ندی، هیچ کسی به تو عشق نخواهد داد. و این که دوست داشتن خود و این که خودتو برای دیگران تباه نکن، خودتو در سطح دیگران پایین نکش، خودتو دوست داشته باش. اینه. و همون روح خداگونه‌ای که هممون داریم و از یاد بردیم، یکی باید باشه که یه تلنگری به ما بزنه که بلند شو. و نهایت صحبت اینا همینه. منم به زبان خودم، به زبان خودمانی یه ویدئویی گذاشتم که از اونجا قرار بود بیام به اینجا. بالاخره کارای من انجام شد و من اومدم. و من از اون مدیتیشن ها کمتر انجام میدم، خودم انجام میدادم. الان من در لحظه زندگیم مدیتیشن میکنم. در لحظه زندگیم به جهان هستی وصل هستم و از لحظه زندگیم لذت میبرم. اینم باز میشه همون مدیتیشن، حضور در لحظه حال. من در این لحظه هستم، میدونم چی میخوام، در اون راه پذیرای هر آنچه که بر سر راه من هست و هستم و پذیرای هر آنچه در زندگی میاد و هستم. واو. و این که در همون لحظه هم تصمیم میگیرم ببینم که چی شده، چی کار باید بکنم. به خودم میام، همراه خودم میشم، یار خودم میشم، رفیق خودم میشم، دوست خودم میشم، همه کس خودم میشم. تا اینجای راه حرف من این بوده و به محض این که اون به خود آمدنه، اون دوست داشتن خود، اون چیزا اتفاق بیفته، تو میتونی زندگی تو داشته باشی ولی خودتو بیشتر از همه جا و همه کس زندگی دوست داشته باشی، چون نهایتاً خودت به داد خودت میرسی. این ما هم که نیومد بالا. امیدوارم که تا موقعی که من صحبت میکنم بیاد بالا. اومدی، خوش اومدی، ولی باید بیاد دیگه، چون من منتظرش بودم.
در مدیتیشن ماه کامل بودم. مدیتیشن ماه کامل رو یادتون نره که نگاه کن، وای بر من، وای بر من. هر زمان که ماه کامل میشه یک احساساتی، یک چیزایی در شما میاد بالا. هر آنچه که در وجود شما بوده در این از ماه کامل گذشته تا الان به صورت خیلی بولد و پررنگ در شما میاد بالا و شما باید مشاهده گر باشید. به افکارتون چنگ نندازید، با افکارتون همسو نشید، با افکارتون همسو نشید. شما فقط شاهد و تسلیم و مشاهده گر باشید، مشاهده گر باشید تا این بگذره و بره. و همچنان که به خود دیگه خودت میدونی در وجودت چی داری، چی باید تعمیر بشه، چی باید ترمیم بشه، چی باید پذیرش بشه، چی باید رها بشه، چی باید بیاد بالا، چی باید واقعا رها بشه. خودتون میفهمین دیگه. این قشنگترین کاریه که یک آدم میتونه برای خودش بکنه، به جای وقت گذاشتن. و من توی اینستا هم که یکم صحبت میکنم، چون که اونجا لایو هست، لایو میام، استوری داره و من میتونم استوری بذارم دیگه. این که ماه کامل رو دست کم نگیرید، مخصوصا این ماه کامل مخصوصا این ماه کامل رو که برای من ماه کامل خیلی کاملی بود. تمام چیزهایی که تا این مدت رو خودم کار کرده بودم و حلاجی کردم، کم و زیاد کردم، فهمیدم چی میخوام. و هر آنچه که شما میخواید باید در اولویت ذهنتون باشه، به جای وقت گذراندن با این و آن و اره اوره شمسی کوره. لطفاً درون خودمون رو نگاه کنیم، به خودمون، به بقیه هیچ کاری نداشته باشیم، با خودمون. آیا تو چنین که می نمایی هستی؟ اصلا اشکال نداره تو این مسیر بخواید خسته شید، همراهی بخواید، اصلا مهم نیست. مهم اینه که در نهایت شما خود قشنگ تو، خودت دست اونی که داره سقوط میکنه رو میگیری. این قشنگ ترین جای ممکنه. خود قویت دست خودی که در حال سقوطه رو باید بگیری، چون هیچ همی نیست، هیچ همراهی نیست. به خود آتا خدا بینی، حرف همیشه و هر روز و هنوز. شب خوبی داشته باشید. خیلی خوشحال شدم که اومدم، به زودی پررنگ‌تر میام، قشنگتر میام، چون خونه من خونه عشق درده، خونه عشق پر رمزه، پر رازه، همه ایثار و نیازه. دیگه یادم نمیاد بقیه‌شو، سرچ کنید گوش بدید. خدا نگهدارش. ماه چرا نیومد؟ ماهی؟ حالا یه عکسی از ماه برای شما میگذارم. آره، ماه پشت این ساختمونه. باید این ساختمون رو خراب کنیم. چگوارا اسمشون حالا زیاد قلمبسان و مس، منم زیاد حضور ذهن ندارم. گفته بودن که این حالا موقعی که این ساختمون منفجر شد داشت چیکار می‌کردی؟ داشتم آفتاب میگرفتم. گفته پس این ساختمونه چون اینجوری شده؟ میگه این ساختمونه جلوی آفتابو گرفته بود، حالا این ساختمون باید منهدم شه چون جلوی ماه منو گرفته. هر شب اون وسط بود. امیدوارم که
برای این چند دقیقه همراه خوبی بوده باشم. فعلا خدا نگهدار.